نمیخوام حرفشو بزنم. فکر میکردم داره اتفاق میافته، یعنی میترسیدم که یه روز اتفاق بیفته، اما وقتی هم که اتفاق افتاد بازم نمیتونستم باور کنم، یعنی نمیخواستم که باور کنم. یه روز بابا گفت میخوایم با تو در مورد یه چیزی حرف بزنیم. بعدش اون و مامان درست مثل دو تا پرنده که روی سیمای تلفن میشینن تو دو طرف من روی تخت نشستن. من به کتاب خوندنم ادامه دادم و سعی کردم که حرفای اونا رو نشنوم. اصلا دلم نمیخواست به حرفاشون گوش کنم. مامان دستش رو به آرومی روی صورت من گذاشت، درست مثل همون موقعی که من خواب ترسناک میدیدم. به خودم گفتم کاش که اینم یه خواب بود. بعد به من گفت من و بابا میخوایم از هم جدا بشیم. ما از هم طلاق گرفتیم. توی این لحظه دلم میخواست مثل یه لاک پشت تمام تنم و زیر لاکم پنهان کنم تا این حرفا منو اذیت نکنه، مخصوصا کلمه طلاق. بعدش بابا گفت تو حتما تا حالا متوجه شدی که من و مامانت با هم مشکل داریم. مامان با آرومی گفت ما خیلی سعی کردیم که اختلافامونو حل کنیم ولی نتونستیم. اون شبایی رو به یاد آوردم که دلم میخواست فیل بودم و با تمام قدرت به اونا هجوم میبردم و جلوی حرفای بدی که به هم میزدن و میگرفتم. گفتم دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. مامان گفت حتما شنیدن این حرفا برات خیلی سخته، ولی حرف زدن در این باره میتونه به تو کمک کنه. بعدشم درست مثل اون موقعی که من ناراحت و غمگین بودم دستشو توی موهای من کرد و با موهای من بازی کرد. گفتم مامان دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. دلم میخواست مثل یه اسب وحشی یالامو به باد بسپرم، بعد به سرعت بدوم تا اونجایی که میتونم از اونجا دور بشم. مامان گفت میدونیم که ممکنه تو به خاطر این اتفاق احساسای مختلف و حال بدی داشته باشی. تقریبا همه بچه‌ها توی این شرایط خیلی ناراحت میشن. گفتم مامان دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. دلم میخواست مثل یه جوجه تیغی بودم، خارای تیزی داشتم و هیچ کس نمیتونست به من نزدیک بشه و به من آزار برسونه. بابا گفت تو حق داری که عصبانی باشی. گفتم دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم بابا. دلم میخواست یه سوسمار بودم، بعد پردوی اونا رو با اون حرفای وحشتناکی که میزدن، با اون خبر ناگواری که دادن درست قورت میدادم. مامان گفت تو حق داری که غمگین باشی. گفتم مامان دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. دلم میخواست ماهی بودم تا موقع گریه کردن اشکام توی آب رودخونه ناپدید میشدن و هیچ کس نمیتونست بفهمه که چقدر دوست داشتم گریه کنم. بابا گفت تو حق داری که بترسی. گفتم نمیخوام در موردش حرف بزنم بابا. دوست داشتم شیر بودم و میتونستم با یه قررش بلند به همه نشون بدم که من خیلی شجاعم. بابا گفت این وضعیت اصلاً تقصیر تو نیست، به من و مامانت مربوط میشه. بعد مامان ادامه داد که من و بابات این اواخر خیلی با هم اختلاف نظر داشتیم، ولی هر دوی ما همیشه در این مورد هم عقیده بودیم که تو رو خیلی دوست داریم و تو عزیزترین ما هستی. تو این لحظه اتاق کاملا ساکت شد. مامان دستشو باز کرد و من خودمو کمی بهش نزدیکتر کردم. بعد پدرم کمی جلوتر اومد و به من نزدیک شد. به اونا گفتم دلم میخواد بچه کانگورو باشم، بعد تو جیب شما همیشه همراهتون باشم. مامان گفت اون وقت ما دیگه نمیتونستیم تو رو تنها بذاریم. سرمو به نشونه تایید تکون دادم.
اون منظور منو فهمید. مامان گفت من همیشه مامان تو خواهم بود. پدرم همیشه پدر توه. ما هیچ وقت تو رو تنها نمیذاریم. دست مامانو کنار زدم و از روی تخت قل خوردم و پایین رفتم. جلوی پنجره ایستادم و وانمود کردم که دارم بیرون رو تماشا میکنم. بهار بود و پرنده های سینه سرخ داشتن از کوچه زمستونی به خونه هاشون برمیگشتن. مامان گفت اگه درباره احساست با من حرف بزنی سبکتر میشی یا؟ دیدم که توی حیاط پشتی خونه یه پرنده هی به این طرف و اون طرف میپره و دنبال یه چیزی میگرده. بعد زدم زیر گریه و گفتم مامان منو ببین، من شبیه اون پرنده همش دارم دنبال شما میگردم. پدر گفت اون وقت من و مامانم پرواز کنان دنبالت میایم و تو رو به خونه برمیگردونیم. بعد مامان و بابا اومدن کنار پنجره و پیش من ایستادن. با هم تماشا کردیم که پرنده سینه سرخ چطوری لونه ای رو که من و بابا سال قبل ساخته بودیم وارسی میکنه. با صدای بلند گفتم من کجا باید زندگی کنم؟ مامان گفت تو بعضی روزا پیش منی و بعضی روزای دیگه هم پیش بابا میمونی. ما جوری ترتیبش رو میدیم که تو هر هفته بتونی مدتی پیش هر دوی ما باشی. بابا گفت ما همدیگه رو زیاد میبینیم و هر وقت خواستی میتونی با من و مامانت تلفنی حرف بزنی. از بابا سوال کردم آیا وقتی که پیش تو هستم بازم مثل همیشه با هم باغبونی میکنیم؟ شطرنج و منج بازی میکنیم؟ بازم سینما میریم بابا؟ بابا گفت بله مثل همیشه. بعد از مامان پرسیدم که وقتی پیش تو هستم مامان بازم مثل همیشه با هم آشپزی میکنیم؟ کتاب میخونیم؟ گردش میریم؟ مامان گفت بله مثل همیشه. از اینکه میشنیدم با اینکه همه چی به سرعت تغییر کرده اما بازم بعضی چیزا مثل سابق باقی میمونه خیلی خوشحال بودم. بابا گفت ما تو خونه های جدا زندگی میکنیم اما گمان میکنم که اینجوری هممون راحت تر باشیم. کاش همین جوری بود که بابا میگفت. گفتم پس منم مثل اون پرنده سینه سرخ میشم که 2 خونه برای زندگی کردن داره. مامان گفت تقریبا همینطوره و هر کجا که باشی ما تو رو خیلی دوست داریم. بعد دستامو باز کردم و بابا و مامانو محکم بغل کردم مثل بچه خرسی که به بدن پدر و مادرش آویزون میشه. اونا هم منو محکم تو آغوش کشیدن و بغلم کردن.